همه ما سریال حضرت یوسف رو حداقل چند بار دیدیم. چند بار دیگم پخش بشه خود من میشینم از اول تا آخرش رو میبینم، چون داستانش جذابه. اما این سوال پیش میاد بعد از مرگ حضرت یوسف چی به سر مردم مصر اومد و تا چه زمانی یکتاپرست باقی موندن؟ یکتاپرست موندن مردم مصر خیلی دوام نمیاره، چون هنوز بخش زیادی از مردم مصر پیرو دین آمون پرستی بودن. حتی خیلی هاشون هم در دربار آخناتون صاحب پست و مقام بودن. یکیشون هورمهوب، فرمانده لشکریان مصر، و اون یکی هم آیی، مشاور آخناتون. بعد از مرگ حضرت یوسف این دو توطئه میکنن و با ریختن زهر در جام شراب آخناتون رو به قتل میرسونن و پسری خردسال از این خاندان رو بر تخت پادشاهی میذارن. این پادشاه جوان با فشارهای هورمهوب اسمشو توت آخنامون میذاره، یعنی پرستنده آمون. اگرچه آخنامون پادشاه مصر بود، اما تمامی اختیارات در دست هورمهوب بود. هورمهوب دستور میده تمامی آثار و اسم آخناتون و خدای آتون رو از تمامی سنگ نوشته ها و دیوارهای قصر پاک کنن و اسم آخنامون و آمون رو جایگزین کنن و تمامی معابد آمون در سراسر مصر بازگشایی میشه و دین آمون پرستی مجددا دین رسمی مصر میشه. آخنامون در سن 19 سالگی میمیره و هورمهوب پادشاهی مصر رو به دست میگیره. بعد از مرگ هورمهوب هم چون پسری نداشته، پادشاهی میرسه به مشاورش به اسم رامسه و سلسله رامسسیان رو تأسیس میکنه که میشن بلای جان یکتاپرستا. بعدها پادشاهان آینده مصر از آخناتون به اسم خائن و فرزند ناخلف خدایان یاد میکنن. اگه این پست رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و نظرتون رو راجع به این ویدیو برام کامنت کنید.